گفتند شما تاجیکان زود باور هستید. در اول قهرم کرد و بعداً فکر کردم که در حقیقت باید پیش بدن راه ها را گرفت. درود خدا بر شما. سلام علیکم. خدا شما و نزدیکان شما را در پناهش نگاه دارد. در شبکه‌های اجتماعی وقتای اخیر میبینیم خیلی کارهای هست که میگن که فلان کار فلانی صاحب فلان سوم شد، شما هم کنید این وای یعنی واسطه‌های جلب کردن. بعداً اخبارها رو میبرن پورچه، یا که از بعداً ستاره ها استفاده میکنن، یا که از بعداً شرکت های بانفوذ مشهور آنها رو ویدیوها رو بریدن میگذارن و فلان یعنی که هر راهش هست که شما رو جلب میکنن. کوتاه کرده گویم شما رو همین طور میکنن که پهلو گردید صاحب پول میشوید، هم تو کنید صاحب پول میشوید، این کنید صاحب پول میشوید. دوستانی عزیز، زود باور نشوید. به نهایت نفران فریب خوردن و دیگر در همین نفرایی که در شبکه اجتماعی هستند. هیچ کس به آسانی برادروار میگم با شما، هیچ کس به آسانی همین طرف برای شما پول نمیده، هیچ کس همین طرف پول به دست آوردنش هم نیست. و خیر فقط یک راه دارد، اگر دقیق‌تر فهمانم کن از دیوان میبردارید، از روی کورپچه میروید، کار میکنید، مهنت میکنید، در همین سمت صاحب پول میشوید و حتی به قدر پول بعد میرسید. از این سبب زود باور نشوید در هر چیزایی که در شبکه اجتماعی است. این کنی وای میشوی، وای کنی وای میشوی، آلوفته نشوید. با بدن صدهای شکایت ها است تو این و آن است. پروردگار بهترین نعمت برای شما داده است عقل است. عزیزانم، عقل را کار فرمایید، با عقل بشوید. چندین سال هاست که ما را از تمام چیز محروم کردن، بی سواد کردن، اما اگر کمک این عقل را استفاده برید ما به نهایت کارهای بزرگ را انجام داده میتوانیم. این یک. دومش این که در شبکه اجتماعی میبینیم هر روز مرده ها رو میبرن. از کجا؟ از جنگ همون اوکراین و روسیه. برادر عزیز، از شما احترامانه خواهش میکنیم، ما طاقت آب چشم مادران شما فرزندان شما را نداریم که اینجا میوین خیلی زیاد هستند. از این سبب از بعضن چیزها خودداری کنید، نروید هر بهانه جوید. بگذار شما را خواهید گویند، شما خواهید نیستید. بگذار هر چی که میگویند تنها دنیویش رو من به شما گفته ایستادم، میتوانید دینیش را از یگان دامولای دیگر بپرسید. از این چیز خودداری کنید، نروید هر سمت. این جنگ شما نیست است. نمیخواهیم که اشک چشمای مادرای شما را بینیم، خیلی زیاد هستند. از این سبب التماس اگر ما را میبینید خودداری کنید از این چیزها. خدا ما و شما را در پناهش نگاه دارد. و باز چی گفتنی بدم، خیلی زیاد بود چیزایی که در شبکه اجتماعی، باز برخواهیم گشت.